یک ویدیو جذاب براتون آماده کردیم از کانال سلامتی. با من همراه باشید. چقدر موهاش بلند و زیاده، تو تابستون گرمش میشه. برم موهاشو کوتاه کنم. مطمئنم خیلیا تو فصل تابستون موهای سگشونو میزنن برای اینکه گرمشون نشه، اما هم زیبایی رو موهاشون میگیرن هم سلامتی رو میگیرن. میدونه سرا چون که خیلی از سگا پوشش دولایه‌ای دارن، یه لایه موهای کوتاه و کرکی، یه لایه موهای بلند و ضخیم. مو کوتاه حکم عایقو داره، تو فصل سرما گرما رو نگه میداره، تو فصل گرما سرما رو نگه میداره. به خاطر همین از سرمازدگی و گرمازدگی جلوگیری میکنه. مو بلنده حکم محافظ رو داره، در برابر باد و خاک و آب و حتی آفتاب از سگ شما محافظت میکنه. حالا شما میری موهای سگتون میزنی، هم آفتاب سوخته میشه، هم گرمازده میشه، هم افسرده میشه. بعد میگه چرا اینجوری شد؟ در صورتی که شما سیستم رو به هم زدی. پس موهای سگتو کوتاه نکن.